بیاسن در بیابانهای عرب میگیدن اون بلا رو نمیدن انسانها غیری چنگی خاک اشترو یگان رحمی گسمن من تیزولارا داشته و از سودان نشامته افریقیا سانی با پرسیدش سلام کرد احوال پرسی کرد بود که بندی خدا تو در این بیابان هستی از شهر دور از مدنیت دور از علم دور تو خدای خودت میشناسی آفریدگار خودت میشناسی سانی چی گفت میشناسم الحمدلله من خدامو میشناسم گفت بیابانی بود مثل امروز عصر 21 بار صاحب مدنیت عالی و صاحب عنوانهای اکادمیکی و دکتری و پروفسوری نداشت یک بهمردی سال روش نقابش کشیده بود چکین بدنه اگه جا میشناسی گو خش از رست سوخی کرد شندام رو بود که من وقتا پیر شدم فراموش خاطرشون میبخشی اگه خطا کنیم ما بوده عزیزا اینجا و گو کاخی من بیابان بیرون پای پا رو میبینم پای پای اشتر یا مثلا گرگای یا پای پای آدم های إذا كانت البعرة تدل على البعير والأثر على المسير. وقتی که میبینم که پای پاس میفهمم که همینجا کسی رفتگی هست آدم هست فیل هست یا که مثلا پوست که اشتر رو میبینم که همینجا اشتر هست گذشتگی خوب این آسمان به این بزرگی شد این شبها من ستاره ها داریم فضای تازه میبینم چشمام من میبینم این زمین با این چشمه هاشو با این کوه هاشو با این داخلی کوه سیدها و حیواناش این بیابان با این تپه های ریگ هاش با این شمال هاش میشه و که گومن گویم که خدای خود پیدا بشه این هیچ عاقل اینو قبول نمیکنه وقتی که پی پا دلالت بر رفتار کسی انسان دلالت کنه مخلوق خواه چیزی که باشه وقتی که پوست که گوسفند دلالت به وجود گوسفند به همین راه گذاشتن مگر میشه این آسمان بخالق باشه مگر میشه که این انسان ها خود از آچه به دنیا آمده باشند نه نمیشه خوب وقتی که این تا است جزای اعمال حق است بشه جزای اعمال روز قیامت برای بندگان حق است خدا مرافعی سودی داره همون خدایی که این عالم در هیچ جانب بود هستش کرد ان همون خدا روز قیامت از نو بعد از نیست شدن با حس میکنه به صورت دیگر مرافعی سودی به ظالم ها همینجا آغاز میشن تو اینجا بسیار ظالم ها ظلم کردن و قصاص ناگرفته برفتن و شهمیشه و استالین گویم که خلاص شد نه این میلیون ها آدم کشتن از مسلمان و غیر مسلمان و از اهل علم و از دانش دیگرها خدا قصاص نار این دنیا ممکن نیست به خاطر آنکه خداوند صبوره میدانه که ثم الینا ترجعون پیش من میبینی من قصاص از شما میگیرم جناب شاهدی هم هوای مگلبی خشکی مظلوم را گو بخند که دندان ظالم خواهند ان همان روز کسانی که در این دنیا به این ثروت بایگیری که خدا براشان داد و از حساب خوشان حساب کردن خدا به اونها رو پس عذاب سخت میکنه انتقامش از اونها میگیره این من المجرمین من این آیت گاه میخونم بدون لرزه میگیره این سخن یک پرزیدنت نیست سخن یک سردار دولت نیست این سخن خدایست که آفریدگار تمام موجودات هست اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اگر خواه طرفت العین جهان بر هم زند کس نمیداند که آنجا دم زند به این بیماری ها بازم میگیم امتحان است از جانب خدا بنابراین رسول اکرم به ما چی تعلیم کردن شما را تاکید میگیم این دعای رسول اکرم فارسی هم باشه گویه اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون و سیء الاسقام خدایا من به تو پناه میگیرم از کسلی های گذرنده مثل دیوانگی مثل کسلی های پیسی میگفتن دورای قدیم مثل که وباهایی که جامعه مبتلا میشه خوش از این کسلی ها خدایا ما رو می‌دهد شما هم همیشه در نمازاتان دعا کنید که خدایا ما طاقتی عذاب تو نداریم میدونیم که این بیماری رو تو سبب عذاب گناه بنده ها فرستادی خدایا ما رو از این عذاب خلاص کن ما رو از این بیماری رهات مبتلاها رو خداوند شفات تن صحت ها رو سالم نگه داره خداوند استای ما رو خالص فرزنداش عمر دراز و فی بین ذلك تحمل العذره همون
استادان هستی که اول دو قطره آبی پلید بودی راستی اول بعد از برآمدن جان از بدن یک نجاستی پلیدی بویناک بشه که خیشات از دیدارت بیزار نفرت میکنن از بدن که برآمد جسد باید دور بشن الان هم باشه تو هستی که در همه اشکم نجاستی بسیار پر کرده گشتی هستی اگر هم در کشایا ولی بعضی خیلی جراح ها میگن وقتی زن یک اپراسیون رو بعضی رو میکشه میگه عبوی نجاسی زل همه خریزاش میکشه همون هستی گفت تو چی هستی برای میگه چی کسی هستی گفت حضرت مولوی که اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی اصلا از دو قطر آبی منی هستی تو حق منی و دعوای کلامی نداری من گفتن در حق نداری اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی از رهی باو شدی که برو منی ها چی کنی از کجا آمدی؟ از راه پیشا حضرت ابوبکر صدیق بالای منبر رسول اکرم به جای نشین رسول خدا بودن جزیره عرب هم بپرو در تصرفشان بودن صحنی مسجدشان گاه از کلا پر میشد لبریز میشد جای خالی نبود تقسیم کرده تا شد بالای منبر وقتی صحبت میکردن از راه پیشات دو بار آمده است ثم یتکبر و یعارض جبار السماوات والارض با تکبری میکنه و به خدای آسمان و زمین دست درازی میکنه بار اول از راه بول آمدی نطفه از راه بول میبرا یعنی در رحم مادر قرار میگیره بعد از 9 ماه و چند ماه که بود چی با از راهی هم بول مادر میبرایی برای تو لایق است من منی برای تو اگر من گفتن دفعه فرعون من گفت مردود از رحمت خدا شد حضرت همین میگن اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی از رهی بول شدی کی برو منی ها چی کنی تو همان جیفه‌ای این حسن و کمال تو از اوست این زیبایی و این قامتی رعنا و این چشم شهلا و این ابروان سیاه و این مژگان های دراز و این دندان های چون صدف زیبا این رخساره های چون خوشبو و شهلا همه داده خداست ای ناشکر ای ناسپاس ای ناجوان مرد یک بار اندیشه کن آه الله تو همان جیفه ای این حسن و کمال تو از اوست باش خاکی رهی اوست کبر منی ها چی میل با بالا چی همیشه خاکسار باش خوشتواضع باش همیشه بنده های خدا در رحمدل و مهربان باش این منمنی و این غرور و این تکبری این خیلی تو نیست از تواضع خاک مردم می شود نوری نار از سرکشی گم می شود من صدام حسین نگاه ها در تلویزیون می دیدم غرور وقتی پادشاهی تکبرش داد وقتی که می آمد همه گنرال ها در اطرافش استادش می آمدن می موندن خودش همه تو آسمان نگاه کرد می آمد میشیش تاغله آخرش چه شد در دری تونلی و که بیانش حاجت نیسته عاقل آدم از آقای عبرت میگیره تماشا دیدن این صحنه ها برای خاطری وقت گذرانی نیست تماشا برای خاطر عبرت اگه صحنه آدم در دیوار یک شعر حکمت آمیز نوشتی باشه از وقت حکمت میگیره از تماشا نیست تو همان جیفه این حسن و کمال تو عروس باش خاکی رهی او میل و بالا بنابرای خدا خیلی خوش تواضع شد نسبت به بیچاره ها و بیوزنا رحمدل شد و نمی خودش نشانی تواضع خدا متواضعا رو دوست می‌دارد خدا متکبرا رو دشمن می‌دارد بنابرای روز قیامت خارترین مخلوقی که از قبر میخیزه در عرصات قیامت میبیا متکبرا هست حدیث صحیح رسول اکرم میگن یحشر المتکبرون کالذروی زر شد این دامغان میدونن مرچی از همه خوردگی که دارن میگرده که میشون میشه بگیم نمیبینیم خداوند متکبرا و سرکشا رو هم خیلی خلق میکردن به خاطر این تکبری که در زمین کردن بالاشون به علی خلایق رفتن میامدن میرفتن تو این خارج کشکی دنیا دیگران تو نظرت نمیگیری
دیگران را به نظر تحقیر نگاه میکردی، دیگران را به نظر پس نگاه میکردی. خارج خدا نگه دارد. بلندی باید تواضع گزین. اگر میخوای که در بین مردم صاحب آبرو شوی، مردم دوست داره، بیگانه خودی دوست داره، خوش تواضع. بلندی باید تواضع گزین که این با مرانه سلم جزین. سلم و نردبانی آبرو و عزت در دنیا آخرت این خوش تواضع است. این صفت پیغمبرها هست، صفت حضرت آدم است. اما تکبری و منمنی و غرور این صفت شیطان است. خدا نگه دارد. میگم مکه استاد کجا شد؟ انشاءالله تربیه دختر هم کم عبادت هست. تربیه دختر سبب برآمد رسیدن به بهشت جاودانی است. پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند من عال جاریتین حتی تبلغا جاء انا و هو هکذا یوم القیامه. هر پدر و مادری که دو دختر یا سه دختر یا یک دختر تربیه کنند با آداب و با اخلاق، صاحب علم و معرفت کنند، صاحب دانش کنند، کسبش کنند، خوب که دوزندگی و پزندگی رو براش تعلیم تیا، خانه‌داری رو براش تعلیم تیا، با آداب اسلامی به خانه شوهر گسل کنه، همراه من گفتم پیش خدا جنت میدم. خداوند از این مکافات شما را حاجی ینگرم و پردانداش که نصیب کنم. با این خارجی ما رو که توی میکنه که توی انشالله همین هست. ما با شوهرش بخت شیرین و زندگی خوش نصیب کنم. با زنده باشیم توی از این خدا خواه عروس و داماد میشه دیگه نگره ها رو ببین انشالله حقیقش شما رو تبریک انشالله اشتواری مهمی آمین.